آدم اون روزای اول که میخواد کاریو شروع کنه، هیچ کس نمیشناستت، هیچ کس ازت حمایت نمیکنه، حتی یه پیج درست حسابی هم نداری. دقیقا همون موقع است که از دوست و فامیلت انتظار داری حمایتت کنه. یه استوری بذارن برات، یه زنگ بزنن بگن خوبی، کمک میخوای. همین کلی دل آدمو قرص میکنه. تو وقتی تو اون روزای سخت من نبودی و غریبه ها حمایتم کردن، فقط نشستی نگاه کردی که کم آوردنمو ببینی کجا گاف میدم، کجا ضایع میشم، که همون بشه حرف روزای بیکاریتونو به هم بخندید. حالا که روزای سختم گذشته و نتیجه رسیدم، دیگه نگو چرا تو جمع فامیل نمیای، چرا حال ما رو نمیپرسی. اصلا تو اجازه نداری تو این روزا باشی. باید توی دورترین نقطه وایسی و فقط نگاه کنی دوستان و خانواده جدیدمو که تشویقم میکنن و ازم حمایت میکنن، و تو اگه دلت راضی شد فقط بگو آفرین، اونم از دور. آدم اون روزای اول که